یا رب جلال عرش کرسی، 9 چیز به ما عطا پرستی: عقل و ادب و خداپرستی، ایمان و امان و تندرستی، فج و فرج و گشاد دستی. اونم تو این زمونه که در آوردن خرج نون و آب از دست انداختن تو تنور داغ سخت تره. یا رب جلال عرش کرسی، 9 چیز به ما عطا پرستی: عقل و ادب و خداپرستی، ایمان و امان و تندرستی، فج و فرج و گشاد دستی. اونم تو این زمونه که در آوردن خرج نون و آب از دست انداختن تو تنور داغ سخت تره.